یه بر بکس من لایف کین 2000 هستم. امروز اومدم با یه ویدیوی آموزشی. ببینید تا حالا شاید شده باشه که بخوایم با دوستات یا رفیقاتون چند نفره بازی کنید، اونم توی ماینکرافت پی سی یا جاوا ادیشن، اما ندونیم چطوری باید چند نفره کنید. خیلی ساده است. برای اینکه چند نفره بازی کنید باید یه سرور داشته باشید که رفیقاتون بتونن واردش بشن و با هم دیگه بازی کنید. برای زدن سرور اولین کاری که میکنید باید گوگل کرومتون رو باز کنید. بعد اترنوس رو سرچ کنید. بعد که اترنوس رو سرچ کردیم وارد سایت خود اترنوس میشید. بعد که وارد سایت شدید اینا هیچی، پلی رو میزنید. بعد دو تا حالت داره، یکی سیگنال آپ، یکی سیگنال این وید گوگل. میخوای با گوگل وارد بشی یا ثبت نام کنی؟ بهتره که با همون گوگل وارد بشیم. اینجا حسابای گوگلتون رو میارن، جیمیلاتون رو، یکی رو انتخاب میکنیم. ما حالا لایفکین 2000 رو انتخاب کردم. حالا اینجا چون من چند تا سرور داشتم، یکی از همین سرورهای خودم رو انتخاب میکنم. نگاه کنید، این آدرسشه، این نرم افزاری همون، اینم نسخه همون ورژنشه. سافت‌ویر نرم افزارشه، این سافت‌ویر نرم افزارشه، این ورژنشه. نرم افزار و ورژن همون جایی که میرید مثلا نسخه ماینکرافتتون دانلود کنید با هم دیگه هستن. مثلا 1.21 فابریک مثلا میاین بهترین نسخه یا همون نرم افزاری یا همون سافت‌ویری که میتونین دانلود کنید فابریکه. فابریک اونم روی نسخه 1.21.5 روی همون نسخه که خودتون دانلود کردید. حالا شما شاید 1.21 رو انتخاب کنید، ولی اگه سیستمتون اونقدر قوی نیست به نظرم روی نسخه آخرین نسخه نزنید. همین 1.21.5 فعلا عالیه. اما میخواین اگه کاپرگالم یا همون گالم مسی رو داشته باشید بهتر یک نسخه 1.21 رو بزنید. خب الان اینجا نسخه فابریک واسه من دانلود شد. دوباره باید برگردین توی بخش سرور و این بار ورژن رو باید تغییر بدین، چنجش کنید، تغییرش بدین. خب اینجا هم دوباره میایم روی 1.21 21.7 1.21.6 1.21.5 روی نسخه 1.21.5 کلیک میکنیم، چون نسخه ای که ما خودمون دانلود کردیم 1.21.5 دانلود رو زدیم. بعد حالا تمام شد. حالا میریم بخش آپشن. نگاه کنید بخش آپشن مهمترین کارهایی که ما باید بکنیم توی همین بخشه. این اولین مقدمشه که با این کاری نداریم. بعد میریم اسلات یعنی چند ظرفیت سرورتون چند نفر باشه. بعد میریم گیم مود یعنی مثلا حالت بازی. الان روی سروایول، کریتیو، ادونتور و اسپکتور. خب با اینا کار نداریم. نگاه کنید سروایول حالت بقای، کریتیو حالت خلاقانه است، ادونتور فکر کنم حالت جستجوگر و حالت
اسپکتور حالت تماشاگره. حالا ما با اینا کار نداریم، میایم سمت مثلا میایم سمت سختی. خب اینجا چند تا سختی داریم. خب حالا میایم سمت سختی یا همون دیفیکالتی. میایم سمت دیفیکالتی یا همون سختی. نگاه کنید چند تا بخش داره. یکی پیکفوله، یکی ایزیه، یکی نرماله، یکی هارد. پیکفول همون صلح‌آمیزه، ایزی آسونه، نرمال معمولیه و هارد هم خیلی سخته. بهتره که رو همون نرمال بزنیم، با اون کار نداریم. این پی وی پیه، یعنی مثلا آدم بتونن خودشونو بزنن فلای و ندر یعنی همون جهنم. حالا وایت لیست، لیست سفید. این لیست رو هیچ وقت فعال نکنید. اگر میخواین که کس غریبه وارد سرورتون نشه اینو فعال کنید، ولی در حالت معمولی اینو فعال نکنید بهتره، چون کسی آی پی سرورتون نداره که وارد. بعد میایم بخش کرکت، یعنی نسخه اصلی ما. این ماینکرافتی که ما بازی میکنیم نسخه اصلیش نیستش. و در آخرم فورک گیم مود، یعنی مثلا اجباری بودن حالت بازی، یکی نیاد وسط بازی کریتیو باشه. اینم میزنیم و تا اینجا کار دیگه اصلا کاری نداریم، تمام شد. اینم هست اسپام پروتکشن، یعنی مثلا چقدر از نقطه اسپانتون محافظت بشه. حالا ما همه این کارا رو کردیم، گیم مود رو انتخاب کردیم، دیفیکالتی انتخاب شد، کرکت انتخاب شد، وایت لیست هم خاموش کردیم. حالا سرور ما آماده روشن شدن تازه دیگه. فکر کنید 90% راه رو رفتیم، الان همون 10% آخریم. استارت رو میزنیم تا از حالت آفلاین در بیاد و این آدرسشو یا آی پیشو کپی میکنیم. او چقدر شلوغه اترنوس. ادرسشو باید کپی کنیم. ادرسشو که کپی کردیم میایم اینجا. خب اینجا همون جای نسبتاً سرنوشت سازه. ما اینجا هم باز چند تا بخش داریم. چی شد پسر؟ خب اینجا هم چند تا بخش داریم. خب یکی جوین سرور، ورود به سرور، یکی ادیت، تغییرها، یکی دلیت یعنی حذف سرور، یکی رفرش یعنی تازه سازی، یکی بک یعنی خروج، یکی اد سرور رو که بخوای اضافه کنی باید از این استفاده کنی. ولی دایرکت کانکشن یعنی مثلا میخوایم سریعتر وارد یه سرور میشیم، روش میزنیم آی پی مثلا سرور رو که میخوایم واردش بشیم میزنیم و جوین رو میزنیم. اما اگه سرور مال خودمون باشه میایم توی قسمت اد سرور، مثلا من چقدر لگه میام میزنم لایف کینگ 2001 مثلا، و توی این قسمت هم کنترل و وی رو میگیرم تا اون متنی که توی اترنوس دانلود کرده بودم اینجا بیاد. برای هر متنی که کپی میکنین کنترل وی رو بگیرید، اون همون جایی که میخواین چطور بگم تلپورت میشه، میاد همونجا. بعد دونو میزنید. دونو که زدید حالا شما همه کارا رو کردید و باید
منتظر باشید که waiting در حال آماده سازی، در حال آماده سازی. نگاه کنید توی نوبت، یعنی خب ما تا موقعی او چند نفر موندن. خب وقتی که این مثلا صفحه طولانی پر شد، یه پیامی برای ما میاد و ما اون پیام رو قبول میکنیم و بعد از قبولی پیام سرور ما آماده است. بهتره که نه یا صبر کنیم که سرور روشن بشه، سریع داره میاد. نگاه کنید تا موقعی که سرور روشن میشه لایک، ساب، کامنت هیچ کدوم فراموش نکنید، به حمایتتون نیاز دارم. و لطفاً نگاه کنید که اول و آخر ویدیو لایکاتون باشه، چون که یوتیوب جدیداً با ما چپ افتاده، لایکا رو میپرونه. و کامنت انگلیسی هم اگه دوست داشتیم بنویسین. ازتون خیلی 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 ممنونم که هستین و حمایت میکنین. و اصلا دوستم ازم این تبلیغات زنده است، باید تبلیغاتش رو فعال کنیم یا فیلتر چکینتون روشن باشه. اگه نباشه کم اذیت میکنه، ولی بهتره که روشن باشه. بعد نگاه کنید مودایی که میخوایم توی سرور استفاده کنیم باید روی خود سرور نصب کنیم. اینجا حالت مود داره که میرین توش مود رو کپی میکنیم و اینجا وارد میکنید. این بخش پلیر هاست، این بخش دنیا هاست، فایل ها، کنسول، مثل کنسول همون PS5. مثلا اگه بخوایم برای PS5 یه دونه سرور بزنید از حالت کنسول استفاده میکنید. خب بچه وقتی که سرورتون آماده بشه و صف تموم بشه یه همچین بخشای میاد، میتونید خب استاپ که نمی کنید حتما کانفرم نیو، یعنی باز شده سرور جدید رو میزنید. Pringles, een smaak die je niet loslaat. امان از دست چیای ماینکرافت. پریپیرینگ در حال آماده سازیه و کم کم میره استارتینگ و از این جور چیزا. و نگاه کن من صبر کنید تا دانلود بشه، پریپیرینگ بشه، آماده سازی بشه. حالا دیگه نگاه کنید 99% راه رو رفتید و باید لعنتی ها خیلی اذیت میکنه. باید صبور باشین، آدم های صبورن که به جایی میرسن. خب حالا دوباره وارد چی میشین؟ در حال پریپیرینگ، آماده سازی. منتظر میمونین دیگه. راستی بچه ها لایک، کامنت، ساب، حمایت ها اصلا از یاد نره. من چون تازه چنلمو زدم نیاز به حمایتاتون دارم. و اگه تونستین در حد یک کلمه دو کلمه کامنت های انگلیسی هم بذارین و آخر ویدیو لایک کنید، چون اول ویدیو اگه لایک کنید این یوتیوب نامرد لایک ها رو میپرونه. خب حالا لودینگه، در حال بارگذاری. بعد از لودینگ حالا دیگه 99% 99 صدم راه رفتیم. حالا در حال استارتینگه
اجرا شدنه. بعد از اجرا شدن دیگه کار تمومه، سرور روشن میشه، استارت میخوره. ایشالله به همین زودی ها دیگه بخور لعنتی. ببخشید که این سرعت اینترنت یا پایینه یا این خیلی داره طول میکشه وقتتون رو میگیرم. الان دیگه کم کم داره دانلود میشه آنلاین. خب حالا میایم این بخش، اینجا رفرش رو میزنیم، وارد سرور میشیم. حالا میزنه جوین والت، یعنی میتونید در حال ورود به دنیایید. خب بالاخره سرورمون زده شد. اولا که وارد سرور میشید یکم لگه، اما این لگیش بعد از چند دقیقه درست شدن اینترنتمون درست میشه. خب حالا من چون هم گوگل هم بازه خیلی لگم. خب بالاخره ویدیو به پایان رسید. لطفا چیزایی رو که گفتم یادتون نره، حمایتم کنید تا یه ویدیوی جدید دیگه و یه آموزش خفن دیگه. خدا نگهدار.